سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش اومدین. امیدوارم هر جای دنیا که هستین خوب، خوش و سلامت باشین. امروز خورش بامیه با قوره رو داریم. گفتم قوره که میاد من دست از سر قوره بر نمیدارم، انقدر که خواص داره. البته نباید غافل شد از خواص بامیه که الان یکی یکی خواصش رو بهتون میگم. از خواص بامیه خدمتون بگم، منبع خوبی از کلسیومه برای پوکی استخوان، پتاسیم ضد فشار خون، مملو از فیبر و برای دفع سموم بدن بسیار عالیه، تقویت کننده مغز، درمان چاقیه، برای سلامت قلب خیلی مفیده، اسید فولیک داره و آنتی اکسیدان فراوون داره که میدونین آنتی اکسیدان یکی از بهترین چیزایی که بدن بهش نیاز داره، عرضم به حضورتون، و خیلی خواص دیگه و همینطور تنظیم کننده قند خونه. حالا خدمتون بگم که اگر فصل بامیه نبودش، میتونید شما در فصل بامیه این بامیه رو تهیه کنین، خوردش کنین، خشکش کنین، آسیاب کنین و توی شیشه های مناسب نگه دارین داخل یخچال و هر موقع که خواستین ازش استفاده کنین، چون واقعا خواص داره که ایشالا اونم در برنامه‌های آینده حتما خدمتتون نشون خواهم داد که چطور اینو خشکش کنین و نگهداری کنین ازش. حالا میریم سراغ خورش خوشمزه‌مون. برای تهیه این خورش خوشمزه نیاز به 1 عدد پیاز داریم، حدود 400 گرم بامیه، 500 گرم گوشت، روغن به میزان لازم، 2 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و فلفل قرمز. حالا فلفل قرمز برای چی؟ برای اینکه این خورش رو معمولا تند میخورن. حالا این بستگی باز به ذائقه خودتون داره. اگه تندیشو بیشتر دوست دارین میتونین فلفل قرمزشو بیشتر اضافه کنین، اگه نه زیاد تند دوست ندارین میتونین کمتر اضافه کنین. حالا میریم سراغ درست کردن. در ابتدا باید پیاز رو خرد کنیم و تفتش بدیم. خب دوستان عزیز، پیازامون اینجا خرد شد. البته من اینجا از خردکن استفاده کردم چون باید پیازش ریز باشه. حالا اونایی که ندارن میتونن از رنده درشت استفاده کنن. این میره برای سرخ شدن تا بیایم سراغ بامیه هامون. خب عزیزان، تا پیازمون تفت بخوره میریم سراغ بامیه ها. بامیه چون حالت ژله‌ای داره داخلش، حتما حواستون باشه فقط این سرش رو باید ببریم به این شکل، چون اگر بیشتر ببرین تو خورشتون وا میشه یه حالت ژله‌ای بد پیدا میکنه. ولی به این شکل که ببرین اینجا دیگه کیپ میمونه، باز نمیشه. به این شکل بامیه ها رو آماده میکنیم، میشوریم، میذاریم کنار تا به وقتش ازش استفاده کنیم. خب عزیزای دلم، به این مرحله که رسید زردچوبه رو بهش اضافه کنیم. گوشتمون رو اضافه میکنیم. و میذاریم کاملا با پیازمون تفت بخوره. خب در اینجا فلفل سیاه هم اضافه میکنیم. فلفل سیاه یه طعم خیلی عالی و قرمانی داره. همیشه فلفل قرمز یا پاپریکا به اندازه‌ای که دوست داریم. گفتم این لزومی نداره، اونایی که زیاد تند دوست ندارن میتونن اصلا اضافه هم نکنن. خب گوشتمون که به این مرحله رسید، ربم بهش اضافه میکنیم، 2 قاشق ربو که با گوشتمون یه تفتی بخوره. این غذا به قدری ساده و خوشمزه و پرخاصیت که واقعا اگر همه فصل بامیه بود آدم دوست داشت درست کنه بخوره.
چون به قدری بامی پرخاصیته، خاصیت‌های مختلف داره. کلسیوم فراوون برای پوکی استخوان خیلی خوبه. عرضم به حضورتون تقویت کننده مغز و قلبه، برای قند خون خیلی خوبه، کلسترول رو تنظیم میکنه، محافظ کبده. میگم خیلی خاصیت‌های زیادی داره. سرشار از پروتئینه واقعا. خب در اینجا آب جوش رو به خورشتمون اضافه میکنیم تا همین حد که یه مقدار بالاتر از گوشتمون قرار بگیره و با حرارت ملایم حدود 2 ساعت میذاریم که بپزه برای خودش. اینجا دیگه در قابل ما رو میذاریم و میریم سراغ بامیه. میریم سراغ بامیه ها. پاکشون کردیم، شستیمشون. خیلی کم، زیاد روغن لازم نداره بامیه، چون میخوایم یه تفت کوچولو بدیم. تفتش هم به یه شکلی باید بدین که بامیه ها باز نشه و بذاریمش کنار. بعد از اینکه 2 ساعت گذشت و گوشتمون کاملا پخت، بریزیم داخل خورشتمون. دوستان عزیز، یادم رفت بگم قوره چه مقدار استفاده کنیم. اونم باز بستگی به این داره که ذائقتون ترش رو دوست داره یا نه. ولی خب من یه پیاله میریزم داخل خورشتم. خب دوستان گلم، به این مرحله که رسید بامیه یه کافیه زیرش رو خاموش میکنیم، میذاریم کنار تا موقع ریختن داخل خورشتمون و میریم کارهای دیگه‌مون رو بکنیم. ظرفامون رو بشوریم و برنجمون رو آماده کنیم. خب دوستان عزیز، دیگه گوشتمون کاملا پخته بعد از 2 ساعت. حالا میریم که نمک و بامیه و قوره رو بهش اضافه کنیم. دوباره 1 تا 20 دقیقه دیگه بپزه و بعد خورشتمون آماده بشه. ابتدا نمک رو بهش اضافه کنیم، بعد بامیه رو اضافه کنیم، بعد قوره‌تون رو زیادم همش نزنین که بامیه ها له نشه. تقریبا 1 تا 20 دقیقه دیگه غذامون آماده است. برنجمونم دم کردیم. میرم که میز آماده کنم برای سرو غذا. دوستان عزیز و نازنین، خورشت بامیه‌مون آماده شده. همونجور که میبینین بسیار خورشت لذیذ و همونطور که دیدین خیلی سریع آماده میشه، یعنی زیاد کار نمیبره. خب میرم که غذا رو تست کنم. واقعا جای همگیتون خالیه اینجا. دوست داشتم همه اینجا بودین پیش من و میتونستین این غذا رو تست کنین. واقعا لذیذ شده و واقعا جای همگیتون خالی. از خواص بامیه گفتم خدمتون، از خواص قورم که دیگه بماند. واقعا قورم خیلی خاصیت ها داره، به خصوص برای کسانی که فشار خون دارن، چربی خون دارن و قند خون دارن. و خداوند متعال واقعا میدونسته چه میوه ها و چه سبزیجاتی رو برای ما در چه فصلایی بیافرینه.
به هر حال امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین و بتونین اونو درست کنین به نحو احسن. نوش جانتون باشه تا دیدار بعدی. خدا نگهدار.